يا ربي يا ربي إني أسألك العفو. حاجی مرزای تاجیکی یکی از ملاهای صوفی کشور تاجیکستان هست. در یک نوار خود میگوید که یک گرده که همون خاک همون وطن اختونه در آب اندازین، همون را بنوشین، همون تبتان اکبر همون خیرگی میره. هر باری که از کشورتان بیرون شدید، با جای سفر کردین، با خودتان خاک همون کشور را بگیرین، بعداً سفر بکنین. اگر برای شما در بیرون از کشورتان کدام مشکل پیش می آید و یا مریض می شوید، به حالت می شوین، یک مقدار از امو خاک را بگیرین، داخل آب بیاندازین، بخورین. همین خاک برای شما شفا می دهد، مشکلتان حل می کند. پیام بنده برای حاجی مرزای تاجیکستانی مولای صوفی قبرپرست درباری و همچنان طاغوتی این است که از الله بترس، از الله بترس. ابن سینا یک گپی زیبا گفته، طبیبی مشهور معروف، میگه اگر کجای سفر کردین با خودتان خاک همون وطنتان بگیرید، یک مقدار خاک بگیرید. اگر مبادا یکی مزتان گریخت تبتان در همون کدام جایی رفتین خیره شید، یک گرده که همون خاک همون وطن اختونه در آب اندازین، همون را بنوشین، همون تبتان از بند همون خیرگی می روید. توبه بکن، توبه نصوح از این سخنان شرکی توبه بکن. در کجای کتاب الله و سنت رسول الله آمده است که برای من و شما گفته باشه شما بروید خاک بخورید، به قبر سجده بکنید، به پیر سجده بکنید؟ شفا دهنده، مشکل کشا، حاجت روا الله سبحانه و تعالی است. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم شفا دهنده و عزت دهنده و ذلت دهنده و مشکل کشا و اولاد دهنده نیست. و شما ملاهای صوفی قبر پرست مشرک سالها است مردم را در خاکخوری دعوت میدید. مثل خودت او حاجی مرزای مشرک خاکخور، از الله بترس، مردم قبر پرست نساز. چندین بار است که من برای تو رد میزنم، میگم که بان میشود که اصلاح شوی، دوباره مسلمان شوی، اما میبینم که باز هم از آدرس دین مسلمانان را گمراه میسازی و نمیدانی که مردم امروزه صحبت شما علمای درباری و طاغوتی صوفی قبر پرست را قبول نمیکنن. اهل تحقیق هستند، مطالعه میکنن، آنچه که مطابق به کتاب الله و سنت رسول الله بود عمل میکنن، آنچه که مخالفش بود اجتناب و دوری میکنن. الله المستعان، الله المستعان.